سلام بچه، میخوام توی ویدیو یادتون بدم که چجوری ماینکرافتتون رو 2 نفره کنید بدون اینکه بخواین به وای فای دوستتون وصل کنید، بدون اینکه بخواین پول و با پول درست کنید. خب اولین این چیزی که ما باید رعایتش کنیم توی 2 نفره بازی کردن با دوستامون اینه که باید وارد برنامه پاپ اسکین 4 بشین. اگه اشتباه خوندم ببخشید، همون اسکین های ماینکرافت که میتونید از برنامه مایکت و بازار دانلودش کنید. حتما برای این باشه. حالا بگید چرا نه، چرا وارد این برنامه؟ چون اگه شما فرض این اسکین رو مثلا بذارین من یه اسکین براتون بگم پیدا کنم. مثلا شما اگه این اسکین رو انتخاب کردید، اینو حالا من همش الکی اینو انتخاب کردید، شما دانلودش کردید بازی ها اینجا شما باید برنامه ماینکرافت رو انتخاب کنید. میگه میخوام کجا بریم؟ خب میخوایم ببرمش توی ماینکرافت. و خب حالا اگه شما این اسکین رو شما دانلودش کردید و شما الان این اسکین رو دارید، حتما دوستتون باید وارد این گزینه اینجا که چند تا اسکینه بشه. اینجا یه اسکین آخر هست که اونم دانلودش کنید، میزنیدش و وارد ماینکرافت بشید و حتما اینجوری بکنید که بشه. و حالا اسکین رو متفاوت باشه. و خب میرسه به اصل چی؟ اینه که نسخاتون با هم یکی باشه. مثلا اگه الان نسخه من اینه، فرض نسخه دوست من قدیمی تر یا جدید تر از من باشه که الان نیست، باید بره یه بار دیگه ماینکرافت رو پاک کنه، دوباره نصب کنه یا به روزستانش کنه که راحت تر میتونیم با هم بازی کنیم. خب و به وای فای دوستتون وصل شین. اگه حالا نداشته باشید، باید به هات اسپات دوستتون وصل شین با کسی که بخواین باش بازی کنید. حالا مثلا اگه یه جایی هست که نه داده خط نه هات اسپات کار نمیتونید بکنید دیگه، بعد به داده تلفن همراه دوستتون وصل شین و 2 تا شریکی با هم باز کنید که اینجوری یکم حجمش میره بالا. و خب چیز دوم، وارد این برنامه میشید. اگه نمیتونید این کار رو کنید و بلد نیستید، مثلا من الان جای خوب نیست، اینو من میزنم و وارد این گزینه میشم. ببخشید اینجا کسی چوبسی داره. اون اسکینی که خودم الان گرفتمش و دوست داشتم خریدمش، مثلا این اسکین، نه این پولیه، مثلا این اسکین ها من آقا میگم مثلا من این اسکین ها بخرم، من این اسکین ها خریدم و الان اینا میزنم. حالا این اسکین ها ما داریم و فرض الان دوستتون این اسکین ها داره. خب شما برید اینجا پلی بزنید، وارد این گزینه میشید. گزینه خب وقتی این گزینه رو زدید، دوباره این سبز رو میزنید. خب اینجا باید بیاید این الان صفحه رو شما اینجا میبینید. اینجا میگه میخواد سروایول باشه، یا میگه میخواد هاردکور باشه یا دیگه غیر هاردکور. اگه دلتون بخواد الان مثلا باز من هاردکورشو کنم، بعد الان بیاین این گزینه اجاق گازه را بزنید. وقتی گزینه اجاق گازه زدین سفید، اینجا تیکا بعد به این صورت باشن، چند تا آخری فعال، همه چیز اینجوری باشه. این سفیده رو میزنید که الان من زدم. و مپی که میخوان بازی کنید رو انتخابش کنید. نوشته پایینش دیپ دارک همون پورتال واردن، ویلیج ویلیج همون روستای ویلیجر،
اینجا فهم فارما داره، فقط باید به وای فای وصلشین که عکس بیاد. الان اینجا وای فای خوب خط نمیده و همون تا مپا انتخاب کردید استارت ها میزنید و دیگه بازیتون رو میکنید. در من چون کسی نیست به اون وضع شم الان میخوام مثلا نشونتون بدم. اگه یه وقت شما مپ ها انتخاب کردید، استارت رو زدید، پلی هاردکور رو زدید، دیدید اینجا الان من چون کسی نیست باش بازی کنم، دیدید اینجا چیزی نیست یا پلی چیزی ننوشته، بعد میشود بیاید داخل این. خب حالا الان اگه دیدید اون نوشته گفتم پلی نیمد بعد یه مجموعش خیلی سخته و وارد بلوتوث گوشیتون بشید، از طریق بلوتوث به اون گوشی و اون حالا برنامه و کد اینا رو میزنید، یعنی بتونید بازی کنید. و دیگه اگه نتونست بیاد دیگه اشکال از اینه که ماینکرافتتون غیر اصل متاسفانه و دیگه نمیتونید بازی کنید. و یه چیز دیگه هم که هست و دراتون بگم اینه که اگه مثلا بخواد شما الان ماینکرافتتون رو هاردکور بازی کنید، 2 نفر هاردکور بازی کنید، جای دوستتون یک جای دیگه اسپان شه و شما یه جای دور، خیلی دورتر از دوستتون اسپان شه و مجبور میشید که الان چیزا سیوش کنید. اونجایی که مکان دوستتون هست سیوش کنید. سیو تا شد دیگه اون موقع است که میتونید با دوستتون درست بازی کنید که دوستتون دیگه بیاد پیش شما و بازی سیو گیم شه از بخش ستینگ. نمیدونم درست بگم یا نه ستینگ. الان باید وارد بخش ستینگ بشیم. اینا کلیده که نه خود گیم رو میزنی. اما توی هاردکور نمیتونیم ما به این بخش دسترسی داشته باشیم، مجبور میشیم که اول از همه اینو اول از همه این علامت دست بزنید که هر وقت دوستتون اومد با خبر شید. و اگه هاردکور بازی کنید ببین این اولی نه، دومی نه، سومی نه، چهارمی نه، پنجمی نه، ششمی، هشتمی نه میزنید و دیگه سیو میشه بازی. میتونید الان اینجا با دوستتون خیلی ساده تر بازی بکنید و بازی انجام بدید. و الان دیگه همچنان که ویدیو رو ببینید و لایک کنید.